سوره نبأ یعنی خبر در مکه نازل شد 40 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. عم یتساءلون. از چی چیز میپرسند یعنی همدیگر را. عن النبأ العظیم. از آن خبری بزرگ یعنی قیامت. الذی هم فیه مختلفون. که در آن اختلاف میکنند. کلا سیعلمون. آره بزودی خواهد دانست. ثم كلا سيعلمون. باز هم آره بزودی خواهند دانست. ألم نجعل الأرض مهادا. آیا ما زمین را بستر نساختیم والجبال أوتادا. و کوه‌ها را میخهای وخلقناكم أزواجا. و شما را جفت جفت آفریدیم. وجعلنا نومكم سباتا. و خوابتان را آسایشتان گردانیدیم. وجعلنا الليل لباسا. و شب را پوشیشتان قرار دادیم. وجعلنا النهار معاشا. و روز را وقت طلب معیشت یعنی کسب. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. و بر بالای سرتان 7 آسمانی استوار بنا کردیم. وجعلنا سراجا وهاجا. و چراغ روشن آفریدیم یعنی آفتاب. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. و ابرهای بارانزای آب فراوان نازل کردیم. لنخرج به حبا ونباتا. تا با آن دانه و نبات بیرایانیم. وجنات الفافا. و بستانهای انبه یعنی سردرخت. إن يوم الفصل كان ميقاتا. البته روزی داوری روز است معین. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. روزی که در سور دمیده شود و شما گروه گروه بیایید. وفتحت السماء فكانت أبوابا. آسمان شکافته شود و هر شکاف دریا باشد. وسيرت الجبال فكانت سرابا. و کوه‌ها روان شوند و سراب گردند. إن جهنم كانت مرصادا. جهنم در انتظار باشد. للطاغين مآبا. سرکشان را بازگشتنگاه است. لابثين فيها أحقابا. زمان دراز در آنجا باشند. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. نه خنکی چشند و نه آب. إلا حميما وغساقا. فقط آب جوشان و خون و چیرک یعنی نوشند. جزاء وفاقا.
این جزای است موافق کردار. إنهم كانوا لا يرجون حسابا زیرا آنان بر روز حساب امید نداشتند وكذبوا بآياتنا كذابا و آیات ما را به سختی دروغ می برآوردند. وكل شيء أحصيناه كتابا و ما همه چیز را در کتاب شماره کرده ایم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا پس بچشید که فقط بر عذاب شما خواهم افزود. إن للمتقين مفازا پرهیزگاران را جای است در امان از هر آسیب. حدائق وأعنابا بستانها و تاکستانها وكواعب أترابا و دختران همسال با پیستانهایی برآمده وكأسا دهاقا و جامهای پر. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نه سخن بیهوده شنوند و نه دروغ. جزاء من ربك عطاء حسابا و این مکافات است کافی از جانب پروردگارت. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه ما بین آنهاست، الله رحمان که از هیبت او سخن گفتن نتوانند. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند و کس سخن نمی گوید غیر آن که الله رحمان به او رخصت دهد و او سخن و ثواب گوید. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا آن روز روز است آمدنی، پس هر کی خواهد به سوی پروردگارش بازگردد. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ما شما را از عذاب نزدیک می ترسانیم، روزی که آدمی هرچی را پیشا پیش فرستاده است می نگرد و کافر می گوید ای کاش من خاک می بودم. سوره نبا در مکه نازل شده است، از 40 آیت عبارت است.